آقا سلام بچه ها، حالتون چطور؟ خوش اومدید به یه ویدیو جدید از کانال یوتیوب من. کد یوسف هستم و امروز اومدیم با هم دیگه سراغ باگ گردونه DLQ متیک که سیزنهای قبلی هم اومده بودن و حالا دوباره این گردونه برگشته به بازی و میخوایم که باگ گردونش اجرا کنیم و یکی از آیتمای جالبشو، حالا چه DLQ متیک یا چه اسکین خفنشو بگیریم. با من تا آخر ویدیو همراه باشید. بهتون قول میدم که اگه این باگ گردونه رو درست اجرا کنید میتونید یکی از آیتمای خوبش رو بگیرید. حتما چنل رو سابسکرایب داشته باشید، زنگوله بغلش رو روی آل قرار بدید و این ویدیو رو حتما لایک کنید و اگه نظر یا باگ گردونه های دیگه ای رو از من میخواید داخل کامنت ها بگید، چون که همین باگ گردونه هم که الان دارم ویدیوشو ضبط میکنم داخل ویدیوی قبلی باگ گردونه جت پک لژندری که توی کامنت ها گفته بود که باگ گردونه DLQ متیک رو بذار و من از اونجا اومدم که این باگ گردونه رو براتون هم اجرا کردم، هم درست در اومد و آموزش ساده شو براتون بذارم. بریم سراغ این باگ گردونه DLQ متیک که خیلی هم خفنه و طرفدار زیادی داره. خب بچه ها وارد گردونه میشیم. همینطور که میبینید واقعا DLQ متیک یکی از بهترین گام متیک های کال آف دیوتی هستش، جز گام متیک های خوبی هستش که اومده و اسکین خفنی هم داره. حالا داخل گان متیک مینو نگاش میکنیم، واقعا میبینید که رنگ بندی و طراحیش حرف که نداره و مخصوص مولتی و بتل میتونم بگم هر دوش، نمیتونم بگم فقط مولتی. حالا من که دوست داشتم اسکرینشو بگیرم و تونستیم بگیریم. اول از همه باید هیچ کدوم از آیتم های گردونه براتون دانلود نباشه و من همین الان دارم دانلودشو میکنم. بعد از اینکه گردونه رو زدم و اسکرین رو گرفتم تازه دارم دانلود میکنم، ولی شما نباید دانلود کنید. یعنی هیچ کدوم از آیتم های داخل گردونه بجز گام متیک و اسکین نباید دانلود باشن و من حالا دانلود میکنم. یکی 40 اپیکش هم دانلود میکنیم. بله واقعا خوبه، خوشگله. بله این بیلم که خودم گرفتم دانلود نداشتم، یعنی کلین کارد و چاپرش و چترش. خب حالا که دانلود کردیم، حالا من کاری ندارم برای دانلودش، شما نباید دانلود کرده باشید این آیتم رو، فقط DLQ و اسکین دانلود کنید کافیه. حالا در میایم از گردونه و دوباره واردش میشیم. خب وارد گردونه که شدید همون لحظه میرید روی گان DLQ متیک و ذره‌بین رو میزنید. حالا من الان اینجاش میکنم، میخواستم اسکینش رو ببینید که واقعا خیلی اسکین قشنگه. بریم روی DLQ و ذره‌بین رو میزنیم. ذره‌بین سمت راست بالا میزنیم، میریم داخل گان. همونطور که توی گردنهای قبلی هم این باگ براتون اجرا کرده بودم، گان رو چند باری میچرخونیم. یعنی چی؟ میچرخونیم برای چی؟ برای اینکه این گردونه ما، این گان ما باگی بخوره و تو گردش اول ما بتونیم اینو بگیریم. همینطور میچرخونیمش، رنگ بندیش رو میبینیم. حالا به نظر من 2-3 دقیقه این کار رو انجام بدید کافیه، من زیاد طولش نمیدم به خاطر ویدیو. بعد میریم داخل اسکین و همینطور سریع ذره‌بین رو میزنیم، اسکین رو میچرخیم. اسکین که یه باگ داره پایینش و داخل پاش میره اون پارچش. بله اسکین واقعا قشنگی داره، مخصوصا این تقریبا میتونیم بگیم شمشیرهای پشتش و کلا رنگ بندی قرمز و آبی اسکین و ماسکش خیلی خفنه. یعنی این گردونه کاملا آیتماش با ارزشه، یعنی حداقل ارزششو داره که یکی 2-3 بار بزنیم. بعد از اینکه از اسکین در میایم سریع روی هر کدوم از آیتم هایی که دانلود کردیم، یعنی اسکین و گان 20 بار به صورت یکی و به نوبت میزنیم. یعنی چی؟ یعنی یه بار رو گان یه بار رو اسکین 20 بار میزنیم. یعنی سریع حتما بشمرید، نه کم نه بیشتر. بعد اینکه این 20 بار رو حالا چه سری چهارم ما هر دو مدلش رو میزنیم که شما ببینید
بعد اینکه زدیم میزنیم روی سی پی و سی پی رو میدیم تا بچرخه. حالا من چون اینجا زده بودم دیگه نیازی نبود که بار سوم بزنم، وقتی یکی از آیتم‌های خوبش گرفتم کافیه. میزنید و میچرخه و یکی از اون آیتمایی که دانلود هستن رو بهتون میده و شما میتونید اسکین گردنه رو در بیارید. ولی حتما حواستون باشه که وقتی که گردنه بزنید روی اسکیپ انیمیشن نذاشته باشید. اینجا سمت چپ پایین اگه دقت کنید نباید روی اسکیپ انیمیشن تیک باشه، یعنی روشن نباشه. خب حالا که اسکین هم گرفتیم بریم اسکین رو دیپلوی کنیم برای بتل رویالمون. بله خب واقعا توی لابی همین اسکین جذابه. نکته که میخواستم در مورد بتل پس این سیزن بگم این بود که واقعا بتل پس با ارزشیه و اگه بچه ها میتونن این بتل پس رو بزنن، میتونم بگم که توی این چند سیزن اخیری که بتل پس داده بودن یکی از بهترین سیزن ها همین سیزن بود. و حالا اسکیناشون هم با هم ببینیم. من الان بتل پس رو زدم و روی تایر 7م و این سیزن بازی میکنیم که تایرها رو پر کنیم و همه آیتماشو بگیریم. اسکین اولمون آرتری واقعا جذاب، اسکین دوم تایر 11 بهمون میده، خیلی اسکین قشنگه. اسکین سوم حالا بلک جک خیلی اسکین معمولیه، ولی اسکین چهارمشو من خیلی دوست داشتم. اومار اوبی واقعا یکی از اسکین‌های خفن کال آف میتونم بگم، حالا هرچند که اپیک باشه و اصلا لجند نباشه مهم نیست. حتی میتونم بگم که میتونستن این اسکین رو داخل گردنه بدن. بعد داخل این دو سیزن هم که این جبار اضافه کردن میتونید به تعداد پازل های کارت های میتیکتون یا لجند یا نایف اضافه کنید. حالا دنس این بتل پس هم ببینیم. واقعا دنس جالبی هم داره آینودیس و همین بتل پس خیلی جالبی. اگه هم دوست داشته باشید تو کامنت ها بهم بگید که یه دور آنالیز این سیزن بتل پس و باندلا رو براتون برم و اگه دیدید ارزشو داره حتما بزنید. بچه ها مرسی که تا آخر این ویدیو رو با من همراه بودید. امیدوارم که لذت برده باشید و این با گردن رو به درستی انجام بدید و یکی از آیتم های خوب این گردونه DLQ میتیک رو بگیرید. بچه ها حتما یادتون نره که چنل رو سابسکرایب کنید، زنگوله رو روی آل قرار بدید تا وقتی با گردونه دیگه ای رو گذاشتم از اون ویدیو آگاه بشید و بیایید و ببینید و اون با گردونه رو انجام بدید و یکی از آیتم های جذاب گردونه های جدید رو بگیرید. این ویدیو رو لایک کنید، برام کامنت بذارید که اگه باگ دیگه ای میخواید یا آنالیز هر چی براتون اجرا کنم. و بازم مرسی که این ویدیو رو تا آخر تماشا کردید و فعلا مراقب خودتون باشید تا باگ گردونه بعدی.